همه ماها پر از وسایل مهم و ارزشمندیه که برای تهیه‌شون هزینه و زحمت زیادی صرف شده. حالا فکر می‌کنین حفظ امنیت خونه هامون زمانی که سفر هستیم یا حتی زمانی که منزلیم چقدر هزینه برمی‌داره؟ با صرف هزینه یکی از معمولی ترین وسایل منزل میتونیم سیستم اعلام سرقتی رو نصب کنیم که هم از خودمون و هم از تمامی وسایل منزل محافظت کنه. حتی اگر سارق سرقتی انجام نده، اینکه یک غریبه وارد حریم خصوصی ما شده تا مدت‌ها آثار روانی مخربی رو برامون داره. این روزها با حجم اخباری که درباره سرقت میشنویم، دزدگیر دیگه کالای لوکس و غیر ضروری نیست. خونه باید امن‌ترین جا برای ما و اعضای خانواده‌مون باشه.